شاید واسهتون جالب باشه که بدونید توی انواع خاک ها موجودات خیلی ریزی زندگی میکنن که شاید با چشم دیده نشن، اما نقش کلیدی و مهمی برای رشد گیاهاتون میتونن ایفا کنن. این موجودات انواع مختلفی دارن. به مجموع اینها میکروارگانیسم های مفید خاک میگن. وظیفه این میکروارگانیسم ها احیا و حاصلخیز کردن هر نوع خاکیه. چون که مدام در حال زاد و ولد هستن تولید هوموس میکنن. این هوموس کمک میکنه که مواد معدنی، مواد عالی و مواد مغذی که توی خاک تثبیت شدن خیلی سریعتر و راحتتر در دسترس گیاه قرار بگیرن و گیاه بتونه به سرعت ازشون استفاده کنه. چقدر که فعالیت این موجودات ریز افزایش پیدا میکنه، خاک اکسیژن بیشتری رو دریافت میکنه و میتونه بیماری‌ها و آفاتی که درون خودش هستن رو کنترل کنه. یکی از مهمترین میکروارگانیسم‌های مفید رو داخل کپشن برات نوشتم و بهت گفتم که چطور میتونی اون رو به راحتی در دسترس گیاهت قرار بدی.